سلام، به اولین آنباکسینگ زنگ آشپزی خوش اومدین. یه سری وسیله برای آشپزی و آشپزخونه از دیجیکالا گرفتم و گفتم چی بهتر از این که با هم آنباکسینگشون کنیم. لینک همه وسایلی که گرفتم تو قسمت دیسکریپشن میذارم براتون و اگه خوشتون اومد شما هم بگیرین. اولین وسیله که گرفتم یه توری روغنگیره که قیمتش 58 خورده بود. جنس دست و بدنش از استیل و ظاهرش که خیلی خوبه. جنسش هم به نظرم با کیفیته. اندازش هم طوریه که برای ظرفای کوچیک هم میشه ازش استفاده کرد. مخصوصا برای بامیه و پیاز سوخاری و اینا خیلی خوبه. به نظر من که نسبت به قیمتش خیلی خوبه. من که خوشم اومد ازش. دوم وسیله که گرفتم یه وردنه خیلی خوشگله که قیمتش 68,000 تومان بود. جنس بدنه و دستش از چوب و ظاهر خیلی خوشگلی داره. وزنش سبکه و سطحش صاف و براق و به نظرم سریع کثیف و لک نمیشه. و دستش هم ثابت و قابلیت گردش نداره. در کل هم ظاهرش خیلی خوبه هم کیفیت خیلی خوبی داره. من که ازش خیلی خوشم اومد. لینکش رو این پایین میذارم که اگه شما هم ازش خوشتون اومد بتونین بگیرین. وسیله بعدی از این آرام‌ریزهای بطریه که یه بسته ستایش رو 14,500 گرفتم. جنسش از پلاستیک و جنس با کیفیتی داره و نشتی نداره. فقط تنها مشکلی که داشت اینه که من یکی از اینا رو برای روغن زیتون امتحانش کردم. خیلی خوب بود اما نتونستم درش بیارم تا برای بطری دیگه استفادهش کنم. بیشتر حالت یه بار مصرف داره و من زیاد خوشم نیومد ازش. قیمت‌های پایین‌ترش هم بود تو دیجیکالا، اما تو نظرها اکثرا گفتن که قیمت پایین‌تر کیفیت خوبی ندارن. اگه قصد خریدش رو داشتین لینک همینو میذارم تو قسمت دیسکریپشن. میتونین عین همینو بگیرین چون کیفیت واقعا خیلی خوبی داره. بعدی یه بسته دستمال 4 تاییه که قیمتش 56 تومن بود و جنسش هم نوشته بود که از الیاف و نخه. تو عکس 4 تا رنگ مختلف گذاشته بود که رنگاش عین عکسش نیست اما جنسش خیلی خوبه. اندازش هم مناسبه، نه خیلی کوچیکه که به درد نخور باشه و نه خیلی بزرگه. اینم خیلی خوبه، خوش رنگه. در کل جنس خوبی داره و ظاهرش هم خوبه. من که دوست داشتم. بعدی این ست فرش و لیسکه که قیمتش 57 خورده ای بود. جنس دستش پلاستیک و بدنش سیلیکونیه. من رنگ صورتیشو میخواستم که ناموجود بود اما این رنگش هم خوبه، خیلی خوشگله. این فرش و لیسک قیمتش نسبت به بقیه فرش و لیسک های ستی که دقیقاً همین شکلی بودن یکم گرونتر بود اما فکر کنم کیفیتش خیلی بهتر از بقیه باشه. حالا باید امتحان کنم ببینم چطوره. بعدی که عجیب‌ترین و بانمک‌ترین چیزیه که گرفتم یه هاونه که دقیقاً اندازه 2 تا بندانگشت. قیمتش هم 17 خورده ای بود. اندازش خیلی کوچیکه اما خیلی بامزه است. برای زعفرون و هل فکر کنم خیلی مناسب باشه. من میخواستم رنگ طلاییش رو بگیرم که ناموجود بود و زردش رو سفارش دادم. اما اینم خیلی خوب و خوش رنگه. در کل خیلی بامزه است و با اینکه خیلی کوچیکه اما به درد بخوره. وسیله بعدی همزن دستیه که قیمتش 39,000 خورده ای بود. جنس دست و بدنش از استیل و به نظرم جنس خوبی داره. ظاهرش هم خیلی شیک و ساده است. نسبت به قیمتش خیلی خوبه. حالا تو ویدیوهای بعدی ازش استفاده میکنم ببینم چطوره کیفیتش. وسیله بعدی شعله پخش کنه که قیمتش 29,000 خورده ای بود. جنس بدنش فلزی و دسته پلاستیکی داره و دستش هم تاشو نیست. سایز متوسط داره و به نظرم با توجه به کیفیت و قیمت مناسبش ارزش خرید داره.
چون تو نظراتم اکثرا گفته بودن که قیمتش بیرون خیلی گرونتر از دیجیکالاست. من که خوشم اومد، کیفیت و ظاهر خوبی داره. بعدی سینی فر موجه سایز 35 که قیمتش 62 تومن بود. طول 36 سانتی متری داره و عرضش 26.5 سانتی متره. این سینی ها برای شیرینی پزی و پختن باقلوا خیلی خوبن و ته شیرینی و سریع نمیسوزونن. یه قالب کیکم از همین برند گرفتم که نشونتون میدم. این سینی اندازش خیلی بزرگ نیست و بیشتر مناسب گاز 4 شعله است. پس اگه قصد خریدش رو داشتیم باید حتما به سایزش دقت کنیم. یه ظرف گرفتم برای پختن پیتزا که قیمتش 99 تومن بود. جنس بدنش آلومینیوم با روکش گرانیتی. فقط این خیلی کوچیک‌تر از اون چیزیه که من فکر می‌کردم، چون من می‌خواستم برای پیتزای 2 نفره ظرف بگیرم که این فکر کنم برای پیتزای 1 نفره مناسبه. اما جنسش خیلی خوبه و سبک و ضخیمه. به زودی براتون آموزش پیتزای مختلف و خمیر پیتزا رو میذارم و این ظرف رو امتحانش می‌کنیم ببینیم چطوره. بعد یه ظرف اسپری که قیمتش 3 خورده تومن بود. از این قبلا استفاده کردم، خیلی خوبه، با کیفیت. بدنش محکم و اسپریش خیلی خوبه. نسبت به قیمتش کیفیت خیلی خوبی داره. بعد یه قالب کیک موجه که سینی فرشم گرفته بودم. قیمتش 40 تومنه، قطرش 18 سانت و جنس خیلی خوبی داره. ولی باید استفاده کنم ببینم چطوره برای کیک. بهتره کف همچین ظرفایی کاغذ روغنی بندازین تا کیک خیلی راحت از قالب جدا شه. اما در کل قالب محکم و با کیفیتیه. خرید بعدیم این ظرفای سسه که قیمت این ظرفای کوچیک 6400 تومن بود. من این دوتا رو عین هم سفارش دادم، اما این صورتی خیلی بهتر از زرد است. اگه خواستین سفارش بدین صورتیشو بگیرین. این ظرف بزرگترم گرفتم 6800 تومن که اینم اصلا خوب نیست. بعدی این پوره کنه که قیمتش 23300 تومن بود. جنس بدنش استیل و دسته پلاستیکی داره. تو نظرها نوشته بودن جنس خیلی خوبی داره و زنگ نمیزنه. واقعا هم جنس محکم و بدنه قوی داره. رنگش هم خوب و خوش رنگه، من که خوشم اومد ازش. بریم سراغ وسیله بعدی. بعدی یه ماگ سفید ساده سفارش دادم که قیمتش 19500 تومن بود که به نظرم برای ماگ این قیمت خیلی مناسبه. اندازش بزرگ و جنس خیلی خوبی داره و ساده و شیکه. فقط یه نفر تو کامنت ها نوشته بود که توش قهوه ریختم و ترک خورد، اما اکثرا کامنت های مثبتی گذاشته بودن و در کل ماگ خوبیه، من که دوستش داشتم. بعدی یه قالب یخ برای درست کردن یخهای گرد و کروی. قیمتش هم 7 خورده‌ای بود. این برای تابستون خیلی خوبه. حالا باید امتحانش کنم ببینم چطوره. از این قسمت ها آب میریزین و میذارین داخل فریزر. به نظرم یکم استفاده ازش سخت باشه، اما کاربردی و خوبه نسبت به قیمتش. خب بچه‌ها، اگه این ویدیو رو دوست داشتی خوشحال میشم که لایکش کنین و اگه از این آنباکسینگ خوشتون اومد تو کامنت ها بهم بگین تا دوباره براتون از این ویدیوها بگیرم. میتونین تو کامنت ها بهم بگین که به نظر شما برای آنباکسینگ بعدی چه وسیله هایی بگیرم و از خریدایی که داشتین از دیجیکالا میتونین بهم معرفی کنین تا منم ازشون بگیرم و به بقیه معرفی کنم. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.